خب سلام آجی، چجوری؟ نبودم شرمنده بوشینت اصلا نمیشد مایکم واکنم صدا رو واکنم شرمنده کنم سرم یکم هم دیشب سر صدا کردم دلم گرفته شرمنده کنم باید دیگه همین. بعد امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه از کلش اف کلنس. امروز میخوایم مثلا این رو مکس تو قبلی شد قبلی روزم که همه رو مکس کردیم بریم این سوار شد نمیشه بین سوار شد قبلی روزم رو ببینیم مکس کردیم همه رو. ببینیم اینجا چقدر جمع داره، 10 تا 30 تا 50 تا. خوبه غنیمت. بازم اینجا چیه اینترنت ضعیفه چیه بلش کنه. این رنگش رو باز کنیم این بهتره. واو چه خوشگله. کشتی رو ببین بنازم. این کشتی واو چه باحال بود. واو این باحال. واسه باز ببینم واسه باز بریم اینو تغییر بدیم. اوه چه چیز خفنی. واو حاج بنازم. این باحال میشه. نه به نظر من خوشگل نیست. این کیه که اینو بل کن. واو اوه این خیلی خفنه. بازم به نظر من این شریکه که نگاه کرد کامنتار نمیسته. واو این از طلا باز درست شده. واو این با قلمه. این اون موقع ای برای اون موقع است. این خوبه. عالیه این. بریم قلعه شبمون یکم درست کنیم.
فقط دلم میخواد اینا و این قلو هست، این قلو فقط دلم میخواد اینا رو من مکس کنم ببینم اینا مثلا 5 بوکس چیه از اینا فقط دلم میخواد داشته باشه. خیلی حال میده مکس کردن، جم و همه چی هست فقط مکس میکنم. مثلا اینجا ببین راحت ولی یه چیزی ولی بازم بهتره، ولی مثلا تو اتک زدن خیلی سخت. الان میگه اینترنت هم ضعیفه، ببین دیدی گفتم از دوره میگه داخل شد. برو تو فری فایر، میگم فری فایر انقدر فری فایر بازی کردیم که همش میگم فری فایر. تو این کلشه عکس هالن و اینو نمیاره، فقط همین عکس قبلی رو میاره. تا اون 16 تازه شده بود مارکش آوردن. چون نمیره، مسخره بازی نکن داداش. انقدر زرنگ نباش. با حالا بدش کنیم بچه ها تا ویدیو بعد. خدا نگهد. نه رفت. بریم یه چی دیگه مکس کنیم و بریم میشه ارتباطات. نه اینا رو هم بکاریم و دیگه تموم. اینا هم مکس کنیم چجوری میشه. لول 58 فکر کن این ور همه چی مکسه. لول 58 فکر کن دیگه اینجا این دیگه مکس نمیشه. بعد دیگه همین بعد اینو یه ارتقا میدم و بریم تا ویدیو بعد. تو ویدیو بعد باز میم بریم مکس کردنش. خوبه اینم اینجا بذارم. این یکی قلی شبم هست. چی میگه؟ واو چی گفتش میگه؟ ول کن آجی هم واسه آدم شده. واو بعد این هم بذاریم. خوبه کو اصلا نیست که. آها از اینجا اومدن. نه اما هیچی نمیخواد دیگه تمامه. چجوری پس این چیه؟ آها اینم مطابق به همون مکس میشه. الان فهمیدم این چیه. این قله مطابق به این قله رو هر چقدر ببری، میگم این خونه رو باز هر چقدر ببری بالا تالار شهر رو، این هم میره بالا. مثلا ببین ساعت 6 این لول 6 این هم لول 6 همیشه تا لول 6 برد بالا. خب بچه ها تا ویدیوی بعد نه بذار بریم اینم مکس کنیم بعدم بریم. نه اینا نمیشه، بذار اینا میشه ببرم بالا. بینم این 5 باکس میره. واو 5 باکس داد. بیا این بر تو بخور پدر سوخته. بیادب تو بخور. بچرخ میگم تو بخوره. بچرخ بیادب. نمیچرخ نمیچرخه بیادب شده. خب بچه ها تا ویدیویی بعد بدرود. برید فری میگم فری ریدم تو این دهن.
برید به کلش چیه رو چی کنید، کلش بینایت رو نصب کنیم. خیلی بهتر از اونه، اونم خوب، اون خیلی بهتره ولی این بهتر تره. مکس میکنی اصلا حال میکنی. بعد دیگه تا ویدیو رو چنل هم سابسکرایب اگر نکردید بکنید. بعد دیگه چی کنید، چی میگن، یه کامنت انگلیسی لایک هم کنید که افراد بیشتر نشون داده بشه. خدا نگهدار.